درود خدمت همراهان همیشگی ما. انشالله که حال دلتون خوب باشه. عزیزای دلم، به کانال خودتون خوش اومدید. عزیزای اسفند ماهی ما، خبرهای خیلی خوبی براتون دارم برای سال 1404. عزیزای اسفند ماهی ما، شما از تاریخ اسفند سال 1402 خیلی تو فشار بودید، خیلی سختی کشیدید، خیلی بالا و پایین شدید، اما امسال سال براتون تغییرات بزرگ، سال ازدواج، سال کار، سال شغل، سال دادن قرارهای رادیکالی، سال اتفاقهای خوب، سالیه که شما نت و قطعی قرارهایی رو خواهید داد و یک تغییرات بزرگی رو در زندگیتون ایجاد خواهید کرد. عزیزای اسفند ماهی من، اگر شکست عشقی داشتید یا سر یک مسئله تردید و استرس داشتید، این مژده رو بهتون دارم میدم که عزیزای اسفند ماهی ما، امسال با دادن یک پیشنهاد به شما، میتونه این پیشنهاد ازدواج باشه، مثل یک خواستگاری باشه، میتونه یک پیشنهاد کاری باشه، در هر صورت یک تغییر بزرگی رو تو زندگیتون ایجاد میکنه که تمام این استرس ها به پایان میرسه و تمام مجادله هایی که دارید تو این همه مدت و اذیت هایی که شدید به پایان خواهد رسید و به یک آرامش خاطر خواهید رسید. عزیزای اسفند ماهی من براتون یک انگار که مثل یک مشاوره، مثل یک جایی که برید یا از کسی مشاوره بگیرید، میتونه بابت یک موضوع حقوقی باشه، میتونه بابت یک موضوع خانوادگی باشه، در هر حال براتون یک مشاوره و یا یک میتونه دور همی خانوادگی میبینم که یک همفکری خواهید گرفت. براتون آرزوی موفقیت میکنم عزیزای اسفند ماهی من.